به نام خالق سلامتی. سلام و خوش آمدید به برنامه دوم از سری برنامه‌های عجی مجی سلامتی، راهنمای عملی برای داشتن سبک زندگی سالم. خب در این برنامه در مورد اولین فاکتور سلامتی که خواب شبانه راحت و عمیق هست، در ادامه برنامه اول میخوام یک سری دیگر از اقداماتی رو که قبل از رفتن به رخت خواب بایستی تو دوست خوبم رعایت بکنی رو مورد بررسی با هم قرار بدیم. راهکار شماره 4، پرهیز از تمرینات ورزشی سنگین و یا حرکات شدید بدنی در هنگام خواب. دوست خوبم مد نظر داشته باش که به عنوان یک اصل انجام تمرینات ورزشی، تحرکات فیزیکی در طول روز برای سلامتی و حتی داشتن یک خواب عمیق بسیار بسیار موثره. شاید تو دوست خوبم این مسئله رو تجربه کرده باشی که مواقعی که در طول روز فعالیت بدنی خوبی داشتی، هنگام شب خواب بهتری رو تجربه کردی. اما نکته مهم اینه که این تحرکات شدید و تمرینات رو بایستی تا حدود 4 ساعت قبل از خواب محدود کنی. چرا؟ به خاطر اینکه این حرکات باعث افزایش متابولیسم بدن میشن. چیه متابولیسم بدن؟ همون سوخت و ساز بدنه که نتیجتاً باعث میشه که گردش خون بالا بره و نهایتاً سطح هوشیاری ذهن هم افزایش پیدا بکنه که این امر دقیقاً عکس هدف مورد نظر ما در هنگام خوابیدنه. پس به این نکته مهم باید توجه ویژه داشته باشی. راهکار شماره 5، آماده سازی بستر خواب و رخت خواب هست. یکی از نکاتی که تو باید مد نظر داشته باشی دوست من اینه که بدونی یه محل خواب و رخت خواب مناسب باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه تا بتونه به تو کمک بکنه که یک خواب عمیق، خوب و راحت رو تجربه بکنی. قبل از اینکه بخوام ادامه مطلب رو برات بگم، ازت میخوام که چند دقیقه این ویدیو رو پاز کنی و شرایط محل و رخت خوابت رو که هر شب الان در حال حاضر توش میخوابی رو به یاد بیاری تا زمانی که نکات مهم این قسمت رو برای تو دوست عزیزم عنوان میکنم بتونی مقایسه بکنی و شرایط اون رو بهتر بکنی. اما ببینیم که یک اتاق خواب خوب باید داره چه ویژگی‌هایی باشه. اولین نکته مهم دمای اتاق خوابه که تو باید مد نظر داشته باشی. دمای اتاق حتما بایستی وقت خواب خنک باشه. منظورم از خنک نه سرد و نه خیلی گرم. چرا دوست من این امر بسیار مهمه؟ به خاطر اینکه زمان خواب دمای بدن به شدت تمایل داره که افت کنه و اگه تو بتونی این شرایط رو برای بدنت مهیا بکنی، بدن راحت‌تر و بهتر میتونه به خواب عمیقی فرو بره. اگه دمای اتاق خیلی گرم باشه، اتفاقی که میفته اینه که بدن برای اینکه خودش رو خنک کنه شروع میکنه به عرق کردن تا به طور ناخودآگاه از طریق عمل تحرک دمای خودش رو پایین بیاره و این عمل باعث میشه که مجددا بدن انرژی صرف کنه، فعالیت داشته باشه و نتونه به راحتی برای خوابیدن آماده بشه. اون طرف قضیه به چه صورتی هست؟ اگر دمای اتاق خیلی سرد باشه چه اتفاقی میفته؟ خب بدن برای اینکه خودش رو به دمای مناسب برای خواب برسونه شروع میکنه به طور ناخودآگاه به لرزیدن که این لرزیدن ها هم مجددا منجر به صرف انرژی و فعالیت برای بدن و ذهن میشه و نمیتونه به حالت آرامش قبل از خواب برسه. حالا که متوجه اهمیت این مسئله شدی، ازت میخوام که از همین امشب دمای اتاقت رو موقع خوابیدن خنک کنی و ببینی که رعایت همین نکته ساده چطور میتونه تو خوابت تاثیر بسیار بسیار زیاد و موثری رو داشته باشه. اما دومین عامل مهمی که اتاق خواب باید داشته باشه مسئله نور اتاق خوابه. بعضی از دوستان عادت دارن که چراغ‌ها رو روشن بذارن، مثل خود من که قبلا این کار رو انجام میدادم که این نکته یک نکته بسیار منفی هست برای شرایط اتاق خواب. دوست عزیز، حتما اتاق خوابت باید کاملا تاریک باشه. علتش اینه که بدن در شرایط تاریکی یا بدون نور بهتر میتونه هورمون‌های ملاتونین رو که هورمون‌های تولید استرس در بدن هستن آزاد بکنه و اگر تو این شرایط رو به درستی واسش فراهم نکنی، بخشی از این هورمون‌ها در بدن و ذهن تو باقی میمونه و باعث ایجاد استرس در تو میشه.
مخصوصا در روز. همینجا میخوام این نکته طلایی و بسیار مهم رو به تو دوست عزیزم یادآوری بکنم که اگه تو بتونی یه خواب عمیق و راحت شبانه داشته باشی، به جرئت میتونم بگم که حداقل 70% میزان استرس های روزانه کاهش پیدا میکنه. میخوام این مطلب رو باور کنی و انجام بدی و بعد ببینی که برای رهایی از استرسات شاید دیگه نیازی نباشه که از تکنیک‌های بیشتری بخوای استفاده بکنی مگر در موارد خاص. حالا که از اهمیت این موضوع مطلع شدی، ازت میخوام که حتی الامکان با استفاده از پرده یا پوشش‌های دیگه جلوی نفوذ کلیه منابع نوری که به اتاق خواب دسترسی دارن، مثل نور ماه، نور اتاق‌های دیگه، نور چراغ‌های خونه همسایه بغلی و نورهای مختلف رو محدود بکنیم. اما سومین عامل مهم انتخاب تشک و بالش مناسب برای خواب. انتخاب یه بالش و تشک مناسب بسیار بسیار مهمه، چون در صورتی که تو یک انتخاب درستی تو این زمینه نداشته باشی، زمانی که از خواب بیدار میشی احتمال زیاد با مسائلی مثل گردن درد، کمر درد یا مثلا گرفتگی عضلات کمر یا گردن روبرو میشی. دوست عزیز، هر کسی خودش بهتر میتونه تشخیص بده که چه نوع تشک و بالشی براش مناسب تره و با آنها راحت تر میتونه بخوابه. پس ازت میخوام که از همین امشب یه بالش و تشک مناسب انتخاب کنی که باهاشون احساس راحتی داشته باشی. خب امیدوارم که این دوتا راهکار رو به علاوه راهکارهای برنامه قبل انجام بدی و همینطوری که میبینی مرحله به مرحله شرایط رو مناسب تر میکنی برای رفتن به یک خواب عمیق و شبانه. به پایان این برنامه میرسیم. من بهروز فنایی، مدیر سایت نسخه سلامتی.com هستم و از تو دوست خوبم سپاسگزارم که در این برنامه همراه من بودی. فراوانی سلامتی همواره بر تو جاری باد.